شعبه اطلاعاتی دادگاه عالی تاجیکستان روز 27 ماه سال 2024 روی خط سیاه 29 حزب و حرکت و سازمان‌هایی را که فعالیتشان در کشور همچون سازمان‌های افراطی و تروریستی منع کرده شده است نشر کرد. این نیاد به شهروندان خاطررسان کرد که طبق قانون در تاجیکستان نه فقط فعالیت این سازمان‌ها منع کرده شده است، بلکه واردات ادبیات مربوط به این سازمان‌ها نیز ممنوع و سامانه‌هایشان در تاجیکستان مسدود کرده شده. در برابر این هر نوع همکاری و تماس شهروندان با این سازمان‌ها نیز جوابگری قانونی را در پی دارد. ندانستن قانون جوابگری را استثنا نمی‌کند. تاکید شده است در اطلاعیه دادگاه عالی. روی خط سیاه دادگاه عالی از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک تشکیل عمده اپوزیسیون تاجیک آغاز می‌یابد که هنوز در پایان ماه سپتامبر سال 2015 بلافاصله بعد سرکوب آشوب مسلحانه معاون وزیر دفاع جنرال عبدالعلیم نظرزاده معروف به حاجی علیم فعالیتش منع گردید و این حزب به هر دو روی خط سیاه هم سازمان‌های افراطی و هم سازمان تروریستی شامل کرده شده است. حزب نهضت و امین طور حرکت اپوزیسیونی گروه 24 که سال 2014 بر روی خط سازمان‌های ممنوع افراطی شامل کرده شد. پیمان ملی تاجیکستان که ماه آگوست سال 2018 در اروپا تأسیس یافته، الکی یک سال بعد در آگوست سال 2019 فعالیتش ممنوع شد. چندین بار اتهام افراطی و حزب نهضت و پیمان ملی اتهام تروریستی بودنشان را به شدت رد کرده گفتند که آنها را صرف برای مقصد از صحنه سیاسی راندن مخالفین حکومت به یگان اساس چنین تمغه ها زدند. پایگاه اطلاعاتی پمیر دیلی نیوز هم که بعد سرکوب اعتراضهای بدخشان در بین حزب و حرکت‌های ممنوع افتاد، بلافاصله در پی اعلان حکم منع فعالیتش این حکم را سیاسی و اتهامات افراطی را بی اساس خوانده گفت که وظیفه آنها تنها پوشش مستقلانه حوادث بدخشان بود. کانال نو تاجیکستان 2 که در پایگاه زیلا عمل میکرد و خصوصیت اپوزیسیونی داشت و حزب تقریبا 25 سال باز احسانه غیب زده تاجیکستان آزاد که در پایان سال 1998 بعد فرارشان به ازبکستان طرفداران پلکوونیک بلواگر محمود خدایبردیف تأسیس داده بودند، نیز روی خط سیاه سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع را ذیب می‌دهند. باقی 23 سازمان ممنوع این سازمان‌های مذهبی اند که از این شمار تنها یکیش شاهدان یهوه سازمان مسیحی است و باقی 22 سازمان دیگر سازمان‌های تندرو اسلامی که نامشان نه فقط در تاجیکستان بلکه در بسیار دیگر از کشورهای مسلمانی نیز آشناست، از جمله شبکه القاعده، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حزب اسلامی ترکستان، سازمان برادران مسلمان یا اخوان مسلمین، لشکر طیبه، حزب تحریر، رویه دینی سلفیه، جماعت انصارالله، جبهت النصره، دولت اسلامی یا دولت اسلامی عراق و شام داعش و شاخه امروزه اعظم فعالیان دولت اسلامی ولایت خراسان. در تاجیکستان درباره این با چندین سازمان دیگر مذهبی را ممنوع اعلام کردند که حداقل در این کشور چندان آشنا به نظر نمی رسند. این روی خط در حال نشر شد که وقتهای آخر زادگان تاجیکستان به یک منبع اساسی تکمیل نیرو برای سازمان‌های تندرو چون داعش و ولایت خراسان تبدیل یافتند و تنها در 3 سال آخر در 11 کشور دنیا 25 حمله تروریستی انجام دادند که صدها کشته و زخمی به جا گذاشت و نام تاجیک‌ها را با تروریسم علاقمند کرده بدنام کردند.